به نام خدا با ویدئوی آموزش کار با پلتفرم ESP-IDF در خدمتتون هستیم. توی این ویدیو انشاءالله می‌خوایم ابتدای توضیح بدیم راجع به فریمورک‌های مختلفی که برای برنامه‌نویسی و کار با پردازنده‌های ESP32 استفاده میشن. بعد از اون نحوه دانلود پکیج‌های مورد نیاز برای نصب پلتفرم ESP-IDF رو به طور خاص روی سیستم عامل ویندوز بررسی خواهیم کرد. قسمت بعدی میریم سراغ این که یک پروژه رو از ابتدا با هم بسازیم و روی بوردمون اجراش کنیم و ببینیم که دقیقاً این فرآیند 0 تا 100 به چه صورت انجام میشه. بعد از اون میریم سراغ این که یکی از ماژول ها که در واقع توی پلتفرم ESP-IDF تعریف شده رو استفاده کنیم و یکی از در واقع ساختارهایی که توی این پروژه ها استفاده میشه رو هم با هم ببینیم و هر کدوم از فایل هایی که توی این پروژه وجود داره رو هم ببینیم چرا قرار گرفته و چطور میشه تغییرش داد و به طور کلی هایرارکی مربوط به اون پروژه به چه صورت هستش. بعد از اون میریم سراغ سایت کامپوننت رجیستری که مخصوص کامپوننت هایی هستش که به صورت آنلاین موجود هستش و میتونید استفاده کنید و یاد میگیریم که چطور افزودن کامپوننت به یک پروژه رو انجام بدیم و توی پروژه هایی که داریم از این در قسمت هم استفاده کنیم. در نهایت هم اگر فرصت بشه انشالله انتهای ویدیو یک توضیح و مقدمه خواهیم داشت بر FreeRTOS که در واقع پردازنده‌های ESP32 به طور پیش‌فرض ازش استفاده میکنن و خب دونستن این باعث میشه که بتونیم پروژه های افیشنت تری رو پیاده سازی کنیم و توی پروژه های درس هم به کارمون بیاد. خب پس شروع میکنیم. ابتدا توضیحاتمون رو مربوط به فریمورک های مختلفی که وجود داره. من ابتداً فریمورک هایی که وجود داره رو به ترتیب حالا در واقع سادگی و سهولت به سمت پیچیده شدن اینجا خدمتتون توضیح میدم. اولین فریمورکی که هست در واقع محیط توسعه بهتره بهش بگیم آیدی آردوینو هستش که یک سری لایبرری ها و یک سری مثال هایی رو خودش برای ESP32 آماده کرده که میتونید ازش استفاده کنید. طبیعتاً سادگی اینجا به معنای این هستش که احتمالاً ما این سری دسترسی های سطح پایین سخت افزاری رو از دست بدیم و به همین خاطر هم آردوینو آیدی توی پروژه های اول درس خب قابل استفاده است، مشکلی نداره، ولی توی پروژه های بعدی که یه خورده نیاز به عمیق‌تر شدن در لایه‌های سخت افزار وجود داره شاید خیلی گزینه مناسبی نباشه. ولی خب همونطور که می‌بینید اینجا ورژن های مختلف برای دانلود و نصبش موجوده که برای ویندوز، لینوکس و مک او اس میتونید از اینجا دانلودی که مد نظرتون هست رو انجام بدید. مورد بعدی و در واقع محیط توسعه بعدی که میخوایم معرفی کنیم پلتفرم آی او هستش که به صورت یک اکستنشن یا افزونه روی محیط وی اس کد نصب میشه، مایکروسافت ویژوال استودیو کد که اینجا میتونید ببینید. قابلیت های نسبتا خوبی داره ولی خب من خودم کمتر باهاش کار کردم. یک چیز میانی هستش، یک ساختار میانی هستش که شما دیگه عملا نیاز به یک IDE جداگانه ندارید و صرفا میتونید با کمک همین افزونه کارهای مربوط به برنامه‌نویسی تراشه‌های ESP32 رو انجام بدید. و آخرین مورد هم ESP-IDF هستش که حالا من برای اینکه قدم به قدم با هم پیش بریم صرفا جستجوش رو توی اینترنت انجام دادم. اولین لینکی که میاد مربوط به داکی هستش که خود شرکت اسپرسیف آماده کرده و ما از همین داک هم استفاده خواهیم کرد برای قدم به قدم پیش رفتن و نصب ESP-IDF. خب من این صفحه رو اگه باز کنم یک نکته رو هم بگم، کلا این داکیومنتیشنی که اینجا وجود داره تحت عنوان ESP-IDF پروگرامینگ گاید، این رو اولا دقت کنید که آخرین ورژن رو انتخاب کنید همیشه که اون ورژن استیبلی هستش که قابل استفاده است، چون ممکنه توی ورژن های قبلی داکیومنت یک سری مطالب وجود داشته باشه که توی ورژن جدید حذف شده باشه. به همین خاطر بهترین گزینه آخرین ورژن هستش. و اینجا هم خب خانواده های مختلف ESP32 هستش که حالا ما اونی که باشه کار میکنیم و استفاده میشه ESP32 حالا معمولی هستش بدون پسوند خاصی. خب همونطور که میبینید قسمت های مختلفی همینجا داره که حالا ما به تناسب پیشرفتمون توی این ویدیو و قسمت های مختلف دیگر رو خدمتتون توضیح خواهم داد. ولی خب اینجا الان قسمت اولی که ما میخوایم راجبش صحبت کنیم بحث نصب کردن این محیط توسعه روی سیستممون هستش.
خب اینجا یه توضیحاتی داره که چه در واقع هاردور و چه سافتوری شما نیاز دارید برای نصب کردن. حالا گفته زنجیره ابزاری که نیاز هستش رو برای تراشای ESP32 باید داشته باشید روی سیستمتون. زنجیره ابزار به معنای در واقع ابزارهایی هستش که برای تبدیل یک کد C به یک کد باینری که روی در واقع بورد شما اجرا می شود استفاده میشه. حالا میتونه این کامپایلرتون باشه، لینکرتون باشه، اسمبلرتون باشه، همه اینها جزئی از زنجیره ابزار محسوب میشن. بیلد تول ها هم که خب ما اینجا از سیمیک و نینجا استفاده میکنیم، خیلی راجبشون نمیخوام توضیح بدم، ولی خب در همین حد بدونید که دو تا از ابزارهایی هستن که برای بیلد کردن پروژه ها استفاده میشن. و در نهایت هم ESP-IDF که به عنوان در واقع API مد نظرمون استفاده خواهد شد و البته خب لایبرری های مختلفی رو هم در بر میگیره. اینجا همون ساختار کلی در واقع نوشتن یک برنامه که توی ESP-IDF اتفاق میفته و استفاده از تول چین و تبدیلش به یک اپلیکیشنی که قابل اجرا روی بوردهای ESP32 هستش. خب من دنبال قسمت نصب میگردم. ببینید که اینجا یک قسمت ویندوز اینستالر داره که من اگه واردش بشم توی این قسمت میتونم ESP-IDF Tools Installer رو دانلود کنم که من رو وارد این صفحه میکنه. این صفحه در واقع همیشه آخرین ورژن های اینستالر ها رو قرار میده. خب شما دو تا راهکار دارید، یا اینکه در واقع آنلاین اینستالر رو دانلود کنید که خب میبینید حجم کمی داره و حین نصب برنامه تمام پکیج هایی که نیاز داره رو خودش به صورت پیش‌فرض دانلود خواهد کرد، و این یا اینکه به صورت آفلاین اینستالر رو دانلود کنید که خب می‌بینید حجم نسبتاً بالایی داره و ما هم از همین روش استفاده می‌کنیم. دلیلش هم اینه که شما تو روش آنلاین اینستالر ممکنه وسط در واقع نصب نرم افزار بنا به هر دلیلی کانکشنتون قطع بشه و عملاً هر چی که دانلود کردید رو از دست بدید. ولی اینجا اتفاقی که میفته خب با کمک در واقع نرم افزارهایی مثل IDM و کلا نرم افزارهای دانلود منیجر، اگر وسط دانلود کردن اینستالرتون مشکلی پیش بیاد یا کانکشنتون قطع بشه، خب میتونید ادامه بدید و مجددا از همونجا که قطع شده دانلود رو ادامه بدید. یه نکته که وجود داره اینه که اگه دقت کنید ما اینجا یک اسپرسیف IDE به انضمام ESP-IDF رو داریم که حدود 1.91 گیگابایت هستش و گزینه دوم صرفاً ESP-IDF هستش که خب ورژن هاشون هم اگه دقت کنید این دو تا ورژن در واقع آخرین ورژن IDF اینجاست 5.3.2 که خب این ورژن یه ورژن قبل‌ترشه. ما چون IDE رو نمیخوایم استفاده کنیم مستقیما صرفاً ESP-IDF رو دانلود میکنیم و من میزنم که دانلودش انجام بشه. البته من خودم اینجا دانلود منیجر خاصی ندارم، به همین خاطر منتظر میمونم تا دانلود به اتمام برسه. خب دانلود این فایل اجراییمون هم به اتمام رسیده. حالا من بازش میکنم و فرآیند نصب رو با هم آغاز میکنم. خب زبان رو که خب همون انگلیسی انتخاب میکنیم، اینجا هم لایسنسش رو اکسپت میکنیم. یک سری چیزها رو در واقع اینجا چک میکنه که حالا ما میذاریم انجام بشه که خب انجام شد و اینجا هم مسیر نصب رو انتخاب میکنیم که مقدار حافظه‌ای هم که مورد نیاز هست حدود 40 خورده مگابایت هست. اینجا هم میگه خب چه چیزایی ما میخوایم نصب بشه که اینجا تقریبا همه چی رو گفته نصب بشود، ولی خب خیلی از اینا رو میتونیم تیکش رو برداریم، مثلا ESP32 سری 33 و 36 و اینها شاید مورد نیاز ما نباشه، ولی خب ما میذاریم همچنان بمونه و تغییر نمیدیم. در حالت فول اینستالیشنش هست. اینجا هم یک در واقع سامری هستش از مواردی که قرار نصب بشه. میبینید پایتون و گیت و در واقع سایر قسمت هایی که مورد نیاز هست رو هم خودش نصب خواهد کرد و ما منتظر میشیم که فرآیند نصب آغاز بشه و بعد از اون هم بعد از اتمام فرآیند نصب میریم سراغ ایجاد یک پروژه.
خب همونطور که می‌بینید نصب به اتمام رسیده. حالا من قسمت‌های در واقع که نیاز ندارم رو داکیومنتیشن رو نمیخوام باز کنم و تیکشون رو برمی‌دارم و فینیش رو میزنم که فرآیند نصب به اتمام برسد. نمیدونم چیه یه اتفاقاتی میفته، منتظر میشیم که اتفاقات کامل بشه. خب الان در واقع نصبمون به اتمام رسیده. خود اون صفحه مشکی رنگ هم حالا ترمینال در واقع بسته شد به طور خودکار. اگه دقت کنید ما اینجا 2 تا ترمینال اضافه شده که یکی پاورشل هستش و یکی هم CMD که خب کسایی که با ویندوز کار کردن میدونن که 2 تا از ترمینال های معروفی که توی ویندوز وجود داره و استفاده میشه اینها هستش. تفاوت خیلی خاصی نداره ولی خب کامنت هاشون تو بعضی موارد متفاوت هست. ولی خب نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا ما در این حال که اگر من اینجا CMD رو جستجو کنم یا CMD خودم دارم چرا میاد و یه دونه CMD جداگونه برام میسازه. خب میبینید که من اینجا یه CMD میتونم داشته باشم. اتفاقی که میفته اینه که هر نرم افزاری وقتی نصب میشه یک سری متغیر محلی در واقع environmental variables اینها رو تعریف میکنه. به عنوان مثال اینکه باینری هایی که من میخوام اجرا بشم توی چه دایرکتوری قرار داره، توی چه فولدری قرار داره، اینها رو باید ویندوز بشناسه تا بتونه فایل های اجرایی مربوط به اون نرم افزار رو به درستی پیدا کنه و اجراشون کنه. خب شما اگه CMD عادی ویندوز رو باز کنید اون فایل های اجرایی آدرس هاشون مشخص نیست، یعنی در واقع CMD ویندوز به طور پیش‌فرض نمیدونه که هر فایل اجرایی رو کجا باید پیدا کنه. ولی این 2 تا در واقع کامند لاینی که اینجا دارید که حالا من یه دونه شو به عنوان مثال CMD رو اگه باز کنم، اتفاقی که میفته شما اگر ابتدای ماجرا رو دقت کنید یک سری متغیر ست میشه. خب و به این نقطه که میرسه میگه که الان شما آماده اید برای اینکه یک پروژه رو با کمک idf.py build اجرایی کنید و ازش استفاده کنید. نکته دیگه که وجود داره اینه که اگر دایرکتوری که واردش شده به طور پیش‌فرض رو دقت کنید در واقع دایرکتوری اصلی مربوط به فریم ورک ESP-IDF هستش که من اگر اینجا با کمک دستور dir که در واقع تمام محتویات یک دایرکتوری رو من نشون میده، تا قبلش کلیر کنم صفحه رو و دوستمونم بیاریم این و خب من اگر اینجا dir رو بزنم میبینید که یه سری فولدر و دایرکتوری و اینها اینجا وجود دارد که حالا من با هر کدومش اونایی که مهم هست توضیحاتش رو خدمتتون خواهم داد. یکی فولدر و دایرکتوری examples هست که مهمه و سراغش خواهیم رفت. یکی هم دایرکتوری تحت عنوان کامپوننتس اگه حالا به چشمم بخوره اینجاست. این 2 تا دایرکتوری خیلی مهمیه که حالا ما باشون کار خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت. خب دایرکتوری examples حدس میزنیم که مثال‌های مربوط به ESP-IDF رو داخل خودش داشته باشه که حالا من با کمک دستور cd که مخفف change دایرکتوری هست وارد دایرکتوری examples اگه بشم و دوباره dir رو cls بزنم که کلیر بشه صفحه و dir رو بزنم می‌بینید که یه سری دسته‌بندی داره. مثلا اگر مثال‌های مربوط به بلوتوث رو بخواید یا مربوط به بیلد سیستم رو بخواید یا بخواید یک بوت لودری رو توسعه بدید یه چیزایی از این دست، مثلا پریفرال ها مربوط به GPIO و I2S و I2C و نمیدونم SPI و کلا پریفرال های مختلفی که میتونه داشته باشه، یا پروتکل ها فکر میکنم وای فای و اینها داخل این قسمت باید باشه، و مثلا استوریج هم برای مثلا بحث های ذخیره سازی، سکیوریتی برای بحث های مربوط به رمزنگاری و این داستان ها. مثال هاش رو شما میتونید اینجا ببینید و هر کدوم از اینها باز داخل خودش یک سری مثال های دیگر هم دارد که حالا ما برای نمونه وارد get started میشیم که احتمالاً مثال‌های پایه‌ای و ساده رو در بر میگیره. من اگر دوباره change directory کنم توی get started میبینیم که دوباره دایرکتوری رو بزنیم میبینیم که 2 تا مثال اینجا داریم، یه بلینک هستش و یه hello world هست. اونهایی که ابتداش یه نقطه داره
اسامی فایل هایی که ابتداش نقطه داره معمولا به صورت هیدن هست، یعنی شما اگر توی فایل اکسپلوررتون بازشون کنید نخواهید دید این فایل ها رو، چون به صورت هیدن هستش. و حالا من به عنوان نمونه و اینکه سایت این مورد رو داشته باشیم یه هلو ورلد رو اینجا واردش میشم. هلو، خب حالا پاک میکنم صفحه رو مجددا. اگر اینجا یه DIR بزنم، این در واقع ساختار یک پروژه ساده و خیلی روتینیه که شما توی هر کدوم از پروژه‌های مربوط به ESP32 خواهید داشت. حالا ما در ادامه این ویدیو یاد میگیریم که چطور این پروژه رو خودمون بسازیم و این فایل‌های مختلف رو خودمون کار کنیم باهاش. خب اینجا چند تا فایل می‌بینید و چند تا دایرکتوری. یه دونه cmake.txt که در واقع فایل تنظیمات مربوط به همون بیلد سیستم cmake هستش که قبلا خدمتتون توضیح دادم. کار اینو باز خواهیم کرد، با هم خواهیم دید، ولی خب زمانی که شما با اون روشی که من خدمتتون عرض می‌کنم یک پروژه رو بسازید، این فایل ها هم به صورت خودکار جنریت خواهد شد و نیاز نیست که شما به صورت منوال اینها رو اضافه کنید. یه دونه دایرکتوری مینه که کدهای اصلی برنامه حدس می‌زنیم داخلش باشه و همینطور هم هست. یه دونه پای تست هلو ورلد دات پای که این در واقع اسکریپت پایتون هستش برای تست کردن این برنامه، که حالا این اصلا الزامی به وجودش نیستش و نیازی هم نیست که وجود داشته باشه. یه readme.md که خب طبیعتاً حدس می‌زنید یک سری احتمالاً اینستراکشن و راهنمایی هستش داخلش که چطور از این پروژه استفاده کنیم و چطور بیلدش کنیم. یه stk.config.ci هستش که این رو توی قسمت هایرارکی مربوط به پروژه خدمتتون توضیح خواهم داد. فعلا یه کوچولو توضیحش خارج از این بحث الانمون هست. و خب همونطور که می‌بینید ما 4 تا فایل داریم، 3 تا دایرکتوری که البته این 2 تا دایرکتوری ابتدا که نقطه و 2 نقطه هستش، اینا دایرکتوریایی هستش که به صورت ظاهری شما نمیتونید ببینیدشون. حالا معانی خاصی دارن. نقطه به معنای دایرکتوری فعلی هستش، 2 نقطه هم به معنای دایرکتوری قبلی هست. مثلا اگر من cd 2 نقطه بزنم، یه دایرکتوری برمیگردم به قبل و توی قسمت get started خواهم بود. یا حالا دوباره برگردم به همون hello world، اگر cd نقطه بزنم احتمالاً اتفاق خاصی نمیفته و من داخل همون دایرکتوری باقی خواهم بود. خب این هست. ما میریم داخل مین و کدهای اصلی برنامه رو ببینیم چیا هستش. اینجا مجددا ما یه cmake لیست داریم که در واقع توضیحات و تنظیمات مربوط به این کامپوننت برنامه است. حالا که کامپوننت چی هستش، ما به طور خاص توی کلاً محیط توسعه ESP32 و به طور خاص ESP-IDF چیزی تحت عنوان کتابخونه تعریف نمیشه. شما کامپوننت بیسد جلو خواهید رفت و هر قسمت از برنامه شما متشکل خواهد بود از چندین کامپوننت. خب این برنامه چون خیلی ساده است و عضو خاصی هم ندارد، ما صرفا یه دونه کامپوننت مین داریم، یه دونه کامپوننت اصلی داریم. ولی این برنامه‌هایی که فرضاً شما می‌خواید یک LED اضافه کنید، می‌خواید مثلا آدیو رو اضافه کنید به سیستم، اینها کامپوننت‌های مربوط به اینها رو باید اضافه کنید که توی در واقع اکوسیستم‌های دیگه به اونها کامپوننت گفته نمیشه، اونها کتابخونه گفته میشه. ولی خب اینجا با این ساختار پیش میرن و به همین خاطر هم ما اینجا یک cmake لیست داریم که تنظیمات بیلد سیستم مربوط به این کامپوننت خاص رو داخل خودش نگهداری میکنه. اون cmakeی که توی دایرکتوری قبلی وجود داشت تنظیمات مربوط به کلیت پروژه بود، یعنی همه کامپوننت ها رو در بر میگرفت، ولی اینجا فقط مربوط به این کامپوننت خاص هستش. این از این. حالا برای اینکه در واقع ببینیم داخل hello world main.c مون چه کدهایی هستش، من از دستور تایپ استفاده میکنم و میبینید که کدهای برنامه رو اینجا برای من نمایش میده که در واقع از اینجا شروع شده. یک سری حالا لایبرری و اینها اضافه شده این ابتدا که ما فعلا با اینها کاری نداریم. تو قسمت printf هم یک سری در واقع استراکچر تعریف شده که این استراکچر ها به عنوان مثال اینفورمیشن های مربوط به اون چیپی که ما داریم ازش استفاده میکنیم رو اینجا تو این استراکچر میتونیم ذخیره کنیم و با کمک ESP chip info اون دیتا ها رو دریافت کنیم و توی این قسمت printf هم که اینجا وجود داره اون دیتا ها رو چاپ کنیم. ما بقیه کلا این کد هم خب کد زبان C مثلا این قسمت میاد هیپ سایز رو اندازه‌گیری میکنه و مینیمم فری هیپ سایز رو بهمون نمایش میده. هیپ و استک هم در واقع حالا اگر برنامه‌نویسی سخت افزار کار کرده باشید احتمالاً میدونید چیه. قسمت‌هایی از حافظه هستن که برای متغیرهای خاص مورد استفاده قرار میگیرن و هر در واقع یک ثانیه یک بار هم
عذرخواهی می‌کنم، هر 10 ثانیه یک بار، چون یک حلقه فرما اینجا داریم، هر 10 ثانیه یک بار هم این در واقع ریست خواهد شد و تمام این اطلاعات مجددا چاپ خواهد شد. خب من الان برای اینکه پروژه‌ام رو بیلد کنم باید بیام داخل دایرکتوری اصلی برنامه که این هلو ورلد هستش و طبق راهنمایی که توی در واقع ابتدای این ترمینال که حالا من اگه از ابتدا بیارم که البته پاک شده چون پاک کردم صفحه‌ام، با کمک دستور idf.py و بیلد من میتونم پروژه‌ام رو بیلد کنم. فقط قبلش اجازه بدید پاک کنیم صفحه رو که مشخص‌تر باشه. خب من میزنم و شروع میکنم بیلد کردن پروژه و منتظر میمونم که فرآیند بیلد پروژه من به اتمام برسه. خب همونطور که می‌بینیم فرآیند بیلد کردن پروژه به اتمام رسیده و مقدار حافظه‌ای هم که پارتیشن های مختلف این ایمیج در واقع اشغال کرده رو مثلا اینجا میتونیم ببینیم و اینکه حالا بوتلودرش چه بخشی از حافظه رو اشغال کرده و چیزهایی از این دست. این فرآیند ممکنه یه خورده زمان بر باشه روی سیستم های مختلف و بسته به سیستم شما و امکانات سخت افزاری که داره خب زمان این فرآیند میتونه متفاوت باشه. انتهای این قسمت رو اگه دقت بفرمایید یک سری در واقع روش‌هایی برای فلش کردن و اجرای ایمیج روی سخت افزار معرفی کرده خودش و دستورش رو اینجا معرفی کرده که یا شما میتونید مستقیما از فلش استفاده کنید یا میتونید پورتی که اون دیوایس بهش متصل هست رو انتخاب کنید و یا اینکه توی روش‌های دیگه هم که حالا روش پایین که دستور خیلی کاملش هستش میتونید به عنوان مثال چیپی که دارید استفاده میکنید، باد ریتی که استفاده میشه و سایر در واقع فلگ هایی که مد نظرتون هست رو معرفی کنید به ابزار که البته اینجا از ابزار ESP تول استفاده شده ولی خب این دو روش اول از ابزار idf.py که اینها رو خودش به صورت خودکار شناسایی خواهد کرد. ما از این دستور در واقع اول استفاده خواهیم کرد. دستگاهی که الان من به سیستم متصل هستش، بوردی که متصل هست، من برای که ببینم روی کدوم پورت هستش میتونم از دیوایس منیجرم کمک بگیرم ولی خب این دستور خودش پورت رو به صورت اتوماتیک تشخیص خواهد داد. پس من این دستور رو می‌نویسم. خب الان این دستوری هستش که صرفاً در واقع برنامه کامپایل شده روی بورد ما فلش خواهد کرد ولی من میخوام علاوه بر این کار مانیتور هم کنم و خروجی ها رو ببینم. فقط قبل از اینکه این دو تا دستور رو اجرا کنیم من یک بار هلپ این دستور رو با هم ببینیم تا یه خورده راجع به دستورهای idf.py اشتباه شد، یه خورده راجع به دستورهای idf.py هم با هم آشنا بشیم و ببینیم که چه دستورهایی میتونیم اجرا کنیم. من اگر هلپش رو باز کنم میبینید که با کلی دستور وجود داره که حالا یه سری شما با هم کار خواهیم کرد. به عنوان مثال GDB برای دیباگ کردنش هست و حالا کلین برای پاک کردن خروجی های بیلد سیستم ما هست که میتونیم ازش استفاده کنیم. خود بیلد رو هم اینجا نمیبینیم چون در واقع یک الیاسی هستش برای دستور آل که اینجا وجود دارد و میتونید ازش استفاده کنید مستقیما یا اینکه idf.py بیلد رو استفاده کنید. دستوری که الان می‌خواستم خدمتتون بگم دستور مانیتور هستش که می‌بینید که خروجی های سریال آوتپوت رو به ما نمایش میده. در واقع یک دونه ترمینال
سریال برامون باز میکنه روی باد ریت 115200 و ما میتونیم خروجی ها رو اونجا ببینیم. و دستور فلش هم که خب طبیعتاً پروژه رو فلش میکنه روی سخت افزاری که مد نظر ما هست. حالا با توجه به این دانستایی که اینجا به دست آوردیم، دستور فلش و مانیتور رو همزمان اجرا میکنیم. خب میبینید که روی کام 5 در واقع شناسایی شدید دستگاه و الان داره این فرایند فلش کردن رو انجام میده. به اتمام رسیدیم فرایند و همونطور که میبینید هلو ورلد ما اینجا چاپ شده و اطلاعات مربوط به برد ESP32 مون که توی اون کد خواسته بودیم نمایش داده بشه هم اینجا به نمایش داده قرار گرفته و بعد از هر 10 ثانیه ما یک بار بردمون ریبوت میشه. خب میبینیم که اینجا در واقع فرایند هم به اتمام رسید و ما اون چیزی که میخواستیم رو اینجا تونستیم نمایش بدیم. پردازندمون 2 هسته‌ایه، وای فای و بلوتوث رو ساپورت میکنه، 2 مگابایت هم اکسترنال فلش داره و هیپ سایزی هم که در واقع در حال حاضر آزاد هست میشه استفاده کرد 35000 بایت حدوداً هستش. خب این هم از این مورد. خب برای اینکه ما یک پروژه رو از ابتدا بسازیم و تمام این مراحل رو که الان روی یک دونه مثال با هم دیگه پیش رفتیم رو توی یک پروژه در واقع از صفر با هم ایجاد کنیم، من ابتدا وارد دسکتاپ سیستم هم میشم. الان من وارد دسکتاپ شدم و میخوام یک پروژه بسازم. اگر دقت کنید من با اینکه از اون محیط در واقع دایرکتوری مربوط به خود ESP-IDF خارج شدم، ولی همچنان دستور idf.py مثلا help کار خواهد کرد. چرا؟ چون اون CMD مربوط به IDF هستش و اینها توش تعریف شده است. تو این دستورات اگر دقت بفرمایید ما یک دستوری داریم تحت عنوان create project. یک دستور create component هست که در ادامه باش کار خواهیم کرد. یک دستور create project هست که خب طبق توضیحاتش نوشته که یک پروژه جدید رو برای ما خواهد ساخت. پس من میام از همین دستور کمک میگیرم برای اینکه یک پروژه جدید رو ایجاد کنم. create project. خب و یک اسم هم برای پروژه‌ام انتخاب میکنم. حالا من فرضاً اسم تست رو انتخاب میکنم. منتظر میمونم تا پروژه‌ام ساخته بشه. خب اگر من اینجا الان DIR بگیرم یک فولدری تحت عنوان تست برام ساخته شده که من اگر وارد فولدر تست بشم و با کنیم اینها رو و یه DIR بگیریم، میبینیم که مجددا ما اینجا یه CMake داریم که همونطور که خدمتتون گفتم توضیحات و تنظیمات کلی بیلد سیستم پروژه رو داخل خودش خواهد داشت و یک دایرکتوری مین که کدهای اصلیمون داخلش هستش. من حالا CMake رو یک بار اینجا با هم باز کنیم ببینیم داخلش چه محتویاتی هستش. خب کامنت ها که طبیعتاً حدس میزنید که مسئله مهمی نیست، صرفاً توضیحاته. ببینید خیلی کلی اومده تنظیمات رو اینجا وارد کرده. مثلا گفته که مینیمم ورژنی که برای ابزار CMake من نیاز دارم این ورژن هستش و علاوه بر حالا CMake که تو اینجا داری برو و یه CMake رو از این دایرکتوری هم اینکلود کن و ازش استفاده کن و اسم پروژه رو هم تست در نظر بگیر. خب می‌بینید به صورت خیلی کلی و جنرال کانفیگ ها و تنظیمات رو انجام داده. هیچ اثری از سورس کد های برنامه و اینکه کجا دنبال فایل های مثلا هدر بگرده، کجا دنبال فایل های .c برنامه بگرده و اینها اینجا ما نمی‌بینیم. پس وارد فولدر مین میشم و انتظاری که دارم اینه که مجددا من اینجا یه CMake داشته باشم که مخصوص کامپوننت اصلی برنامه هستش و یه دونه هم test.c که میشه همون فایل کدهای اصلی برنامه‌ام که احتمالاً چیز خاصی هم داخلش نخواهد بود. من اول test.c که خب چیزی داخلش نیست رو باز میکنم. میبینید که واقعا هیچی داخلش نیست و یه دونه صرفاً اینکلود هستش stdio و اینجا هم حالا یک فانکشن اجرایی برنامه که در واقع فانکشن مین برنامه هست و از اینجا اجرای برنامه آغاز میشه رو خواهیم داشت. ولی خب CMake که اینجا وجود داره و اگه با هم ببینیم، من این CMake رو باز کنم اینجا، میبینید که اینجا یک در واقع IDF کامپوننت رجیستر داریم که یک فانکشنی هستش که حالا فانکشن نمیشه بهش گفت، یک شاید ماکروتور هستش
که میاد سورس کد های برنامه و هدر های برنامه رو میگه کجاها دنبالش برو بگرد. به عنوان مثال گفته سورس کدی که توی این برنامه وجود داره توی این کامپوننت خاص شما یه test.c داری که این رو باید کامپایل کنی که ما اینجا داریمش، و اینکلود ها هم هر چی که وجود داشته باشه باید داخل همین دایرکتوری، در واقع این داتی که اینجا وجود داره خدمتتون عرض کردم دایرکتوری فعلی هستش، داخل همین دایرکتوری دنبال هدرها بگرد. خب ما اینجا فعلا هدر خاصی نداریم، اگر فایلی با پسوند .h بخوایم اضافه کنیم طبیعتا داخل همین دایرکتوری این کار رو خواهیم کرد. خب این هم از این مورد. حالا میایم و داخل main.c مون در واقع test.c یک برنامه رو می‌نویسیم. قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم من برمیگردم تو دایرکتوری اصلی پروژم و اینجا یک بار این پروژه ساخته شده که هیچ تغییراتی داخلش ندادم رو بیلد میکنم. این کار توصیه میشه که همیشه انجامش بدید و چون باعث میشه که شما بدونید که تا این مرحله کار رو درست انجام بدید و بعد از این مرحله حالا اگر تغییراتی دادید که باعث خطا شده بدونید یه خورده راحت‌تر عیب‌یابیش کنید. من بیلد میکنم پروژه رو و منتظر میمونم که فرآیند بیلدش به اتمام برسه. دفعه اولی که معمولا پروژه رو بیلد میکنید یه زمان نسبتا طولانی طول میکشه که بیلد به اتمام برسه، ولی خب دفعات بعدی این زمان خب خیلی کوتاه‌تر خواهد بود و دیگه نیاز به صرف زمان زیاد نخواهد بود. خب الان فرآیند بیلد کردن پروژه به اتمام رسیده. من حالا یک سری تغییرات رو داخل خود کد میدم و بعد سراغ این میریم که با اون تغییراتی که داده شده چطور میتونیم کد رو بیلد کنیم و خروجی رو ببینیم. من فایلی که میخوام باز کنم فایل main test.c هستش که با ویژوال استودیو کد بازش میکنم و خب میبینیم که اینجا چیز خاصی در واقع تو این فایل ما هم نیست و من صرفا یک پرینتف ساده میذارم تو این فایل که بتونیم تستش کنیم و ببینیم کار میکنه یا نه. خب این هم از این یه وقت اسلش هم این تهش میذاریم که بیاد خط بند. خب چون وید هم هست خروجی ریترن نمیخواد چیزی داشته باشه و من اینو ذخیره میکنم. حالا مجددا برمیگردم به ترمینالم و اینجا بیلد پروژه رو انجام میدم. فقط حواسمون باشه دیگه همیشه باید توی دایرکتوری اصلی پروژه این بیلد رو انجام بدیم. خب من از دستور idf.py استفاده میکنم، بیلد میکنم پروژم رو. این دفعه انتظار داریم که خب خیلی سریعتر این اتفاق بیفته و فرآیند بیلد شدن زمان زیادی طول نکشه. البته سیستمی که من دارم یه خورده کند هم هست نسبتاً و روی سیستم شما احتمالاً با سرعت بیشتر این اتفاق بیفته و بیلد شدن انجام بشه. خب می‌بینیم که نسبتاً سریعتر این اتفاق افتاد و حالا من مجدداً اگه idf.py فلش و مانیتور رو انجام بدهم با یک ارور برخورد میکنم خب چون فلش اشتباه میشه. سعی میکنه که متصل بشه به بورد، اتصالش برقرار شد. اینجا روی کامپورت 8 کامپورت شماره 5 فلش میکنه و در نهایت هم ریست میشه و خب ببینیم که متنی که ما نوشتیم رو اینجا نمایش میده
اپ آندرلاین مین کال شده در واقع توی اون بک تریسی که اتفاق افتاده و مرحله فانکشن های مختلف کال میشه. بعد این خط کد اجرا شده و این تکست اینجا نمایش داده شده و در نهایت هم از app.main ریترن شده و الان به اصطلاح توی تسکی هستش به عنوان آیدل که هیچ کار خاصی نمیکنه. سی پی یو صرفا اونجا منتظر میمونه تا زمانی که یه ریبوتی اتفاق بیفته یا هر چیزی. که حالا من از این مود خارج میشم. این هم در واقع این که ما چطور میتونیم یک برنامه ساده رو بنویسیم و کامپایل کنیم و با یک پروژه‌ای که از صفر خودمون ساختیم کار کنیم. توی قسمت بعدی میریم سراغ این که یه خورده این برنامه رو پیچیده‌تر کنیم، یک بلینک ساده رو پیاده سازی کنیم، البته داخل همین پروژه‌ای که خودمون ایجاد کردیم، تا ببینیم چطور میتونیم یک سری قسمت‌های مختلف رو به این پروژه اضافه کنیم، یک سری کامپوننت‌ها رو اضافه کنیم و با اون کار خواهیم کرد.